دوستان سلام. من بالاخره اومدم نشستم جلوی دوربین. من سامان صحیح. خیلی برام سخت بود که بشینم واسه یوتیوب شروع کنم یه تولید محتوایی بکنم، چون من تو هر شبکه اجتماعی که تا الان اومده، هر تپه‌ای که بوده یک اثری به جا گذاشتم تا الان. از همون اوایلی که فیسبوک بود، توییتر بود، اینستا بود که هنوزم فیلتر نبودن، یه کارایی میکردم توش، یه تولید محتوایی انجام میدادم. کلا تولید محتوا حال منو خوب میکرد. بخوام یه خلاصه بگم از خودم، 33 سالمه، یزدیم، تجربه خوندم، تو دانشگاه عمران خوندم، ولی علاقم مثلا هنر بود، خلق کردن بود، عکاسی بود. پادکست داشتیم با دوستانمون توی یوتیوب، برنامه دیگه ای داریم، ولی خب واسه شخص خودم شروع نمی کردم. دوستان سلام. چند تا دلیلم داشت. یکی اینکه میگفتم که خدایا من الان بشینم جلوی دوربین چی میخوام بگم، چه چیزی میخوام اضافه کنم. الان توی هر چیزی یک متخصصی هست، حتی متخصصم نیستن دارن حرف میزنن. خب اعتماد به نفسم تو این قضیه خیلی اومده بود پایین، حال روحیم خوب نبود و خیلی هم دوستام هوامو داشتن و هی میگفتن که آقا بیا بساز، نمیدونم ادیت شما میکنیم. همیشه هم پیگیر بودم و دلیل دیگه‌ای که داشت، حس میکردم که اگر من الان بیام و شروع بکنم، صرفا واسه اینه که جانمونم، صرفا واسه به اصطلاح فومو Fear of missing out. You got it? حالا بهتون یه خلاصه میگم فومو چیه. فکر میکردم که حالا اگه من نیام صرفا واسه اینه که جا موندم، یعنی بیت کوین نخریدم، بیچاره شدم، قراره که فلان شه، الانم نیام تو یوتیوب اینطوری میشه. ولی دلو زدم به دریا، گفتم بیام حرف بزنم. دغدغه‌م اینه که حالهای درونیمو بگم، حرف بزنیم راجبش، تعامل بکنیم. خیلی کارهای مختلفی توی ذهنم هست که انجام بدم، حتی توش آشپزی هم هست. اگه بخوام حالا خودم یه خورده بگم، من علاقم فیلم و سریال خیلی دوست دارم. اینجا اتاقمه، بذارین یه کوچولو از چند تا چیزای کوچولو موچولی اتاقم. مثلا اینو ببینید، فوکوس نمیکنه، این تو نشون میدم. این تونی سوپرانو، خیلی دوستش دارم. اگه سریالشو ندیدین ببینین. یا مثلا این لوک اسکای واکر توی استار وارزه. من خیلی استار وارز دوست دارم و آدمای کمی رو دیدم که استار وارز دوست داشته باشن. این مثلا بهتره با سال تماس بگیری، عاشقشم. بازی هم خیلی دوست دارم بازی کنم. یه دونه گربه هم دارم، بذاریم بهتون نشون بدم. این پسر منه، این پسر سیاه منه، سیاه پوسته. نزدیکترین تجربه من به سیاه ها. اسمش دودیه، یه چند وقت مریضه، یعنی کلن 7 ماه ما آوردیمش. منتها چشم راستش یا شروع کرد کدر شدن و اینا. دکترها گفتن که ممکنه یه بین 2 تا بیماری شک داشتن، یه دونه FIP اسمش، یه دونه توکسو، یه دونه هم چشمیه که FIP خیلی خطرناکه، ولی دیروز رفتیم گفتن که ممکنه اون نباشه. الان تحت درمانه. یه خداحافظی بکن دودی. ما ببریمش. خلاصه من اومدم به شما بگم که اومدم به این تپه یوتیوب که هنوز سالمه ببینم چه اثری میتونم جا بذارم. حالا من میخوام راجع به این فومو حرف بزنم که حالا توی صحبت هم واسه شما گفتم. احتمالا خیلی هاتون میدونین فومو چیه. از دوست خوبم چت جی پی تی میخوام کمک بگیرم که بذارید. چت جی پی تی من پولی نیست، خیلی با پول راحت نیست. حالا میخوام بهتون بگم آقا تعریف فومو چیه؟ Fear of missing out. یک اضطراب ناگهانیه که سراغ شما میاد و ترس این که از دست دادین، یک چیزی رو از دست دادین و ممکنه که حتی در آینده از دستش بدین. اگر شما مثلا توی خونه باشین و گوشیتون رو بردارین و ببینین که همه دارن مثلا میرن مهمونی،
شما ترس اینو دارید که حضورتون فراموش بشه، ترس اینو دارید که اثرتون فراموش بشه و خودتون کلا نباشین. حالا این یک نوع فوموه که به نظر من دردناکترین فومو هست. یه سری فوموهای بامزه تاریخی من پیدا کردم در قرن 17. تب لاله، اسمش تب لاله است یا به اصطلاح تولیپ مانیا. تولیپ مانیا بهش میگن تب پیاز گل. توی قرن 17 پیاز گل کمیاب شده بود، همه دنبال پیاز گل بودن تا جایی که قیمت یه دونه پیاز گل برابر شده با یک خونه و همه دنبال این بودن که تا کامل از بین نره بریم بگیریمش. یا مثلا یه چیز جالب دیگه هم بهتون بگم که یکی از بزرگترین فوموهای تاریخ هست، اسمش آرزوهای طلایی. آرزوی طلایی چیه؟ در اواسط قرن 19 در جستجوی طلا بودن و خبر این اومده که توی کالیفرنیا، شرق کالیفرنیا، و معدن‌های بیشمار طلا پیدا شده و از همه جای دنیا هر کسی که این خبر رو شنیده بود خونه و زندگیش رو حتی فروخت و مهاجرت کرد به این قسمت که دنبال طلا بگرد. یه فوموی دیگه، قرعه کشی های بلیت تئاتر در دوران ویکتوریایی در قرن 19 وقتی نمایش‌های خاص در لندن اجرا میشد، مردم احساس میکردن که اگه نتونن بلیت بگیرن و نمایش رو دست بدن دیگه هیچ وقت نمیتونن تجربهش کنن. واسه همین خیلی صف‌های عجیب غریب و طولانی. یه دونه دیگه پذیرش کافه‌ها در دهه 90. در دهه 90 خیلی احساس فومو داشتن چون فکر میکردن اگه به کافه‌های خاص نرن ممکنه از آخرین اخبار و روندهای فرهنگی جا بمونن. خیلی دور از ذهن نیست این چیزی که الان ما داریم میبینیم در خیابان‌های همین تهران. به نظرم یک فوموی کافه رفتن و فوموی ایونت رفتنه که ما داریم. فوموهای دیگه هم خیلی تیتروار بگم، مثلا آغاز اینترنت بوده در دهه 90 که همه شروع کردن موج خریدن کامپیوتر، تازه مثلا یک موج جدیدی شروع شده، پوشاک و مد، هر چیزی که بگیم. فومو تقریبا تو زندگی من هر روز هست، حالا شدتش مختلفه، نوعهاش مختلفه، واقعا میتونه همزمان غم بهتون بده، خشم بهتون بده نسبت به آدم‌های اطرافتون، نسبت به شرایطشون، و برای من اینطوری که منو بیشتر فلج میکرد به کاری نکردن و صرفا میبرد توی فاز غر زدن و کاری نکردن. خلاصه من اومدم بگم که اومدم، امیدوارم هم که باشم، بمونم، جمع باشه. تو ذهنم اینطوری بود که باید نور بخرم، باید فلان کارو بکنم، بیسار کار بکنم که بهترین چیز رو ارائه بدم، ولی خودم گول میزدم. اگه با این میستادم هیچ وقت نمیگرفتم. و اینکه اولشه دیگه، یه خورده به هم دیگه مهلت بدیم. تجربه میگه من اگر بخوام کاری رو بکنم درست حسابی بالاخره میتونم بکنم. امیدوارم با هم تعامل خوبی داشته باشیم. فعلا منو سابسکرایب کنید. الان هم اگه مثلا معرفی نکردید به کسی، حالا نکردید چون که هنوز چیز خاصی نیست، ولی خب لایک کنید، کامنت کنید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.